سلام به روی ماهتون. امروز اومدم با آموزش این باکس ولنتاینی جذاب، باکسی که شامل گلاراییه و بهتون همزمان پاپسیکل هم آموزش دادم و با توت فرنگی هم دیزاینش کردیم. چه باکس خفنی شد. برو بریم. اولین چیزی که نیاز داریم قالبای سیلیکونیه. اینا قالبای مخصوص پاپسیکله که انتهاش هم میتونین سوراخ کنیم و چوبای بستنی رو ازش رد کنین. حالا چه چوب بستنی چوبی چه پلاستیکی، هر مدلی که بخواین میتونین استفاده کنین بسته به نیازتون. اینا هم طرحهای مختلف داره. این پاپسیکل مدل اصلیشه، اینم مدل قلبشه. یه قالبم من حالا آوردم اینجا که حروف و روش داره. اگر بخواین I love youی مثلا چیزی روش بنویسین قشنگ میشه. این از این. و برای مواد داخل پاپسیکلامون کیک نیاز داریم. فرقی نمیکنه چه کیکی باشه. اگر که خودتون خواستین کیک درست بکنین، حالا هر طعمی که دلتون بخواد میتونین درست کنین. اگر بخواین میتونین از سوپرمارکت بخرین. این کیکی که من خریدم کیک صبحانه 2 رنگ بود، ترکیب وانیلی و شکلاتیه. با خامه میکنیم. حالا جلوتر بهتون میگم باید چی کار انجام بدیم. و برای شکلات سفید، شکلات قرمز رنگ اناری، شکلات رنگ هلویی که طعمش هم هلوییه و شکلات شیری من دارم استفاده میکنم که در واقع روی پاپسیکلمون قرار میگیره. و ترافلای رنگی برای تزیینش اگر خواستین. برای وسط باکسمونم گلای رز مینیاتوری استفاده میکنیم. بسته به نیازتون میتونین رنگش رو تغییر بدین. چون من یه رنگ هلویی داشتم اینم ترجیح دادم تو همون تم بخرم. میتونین قرمز تهیه کنین، رنگ‌های مختلف داره که خیلی هم قشنگه. اینم کپسولای کوچیکه برای توت فرنگی که میخوایم کنار باکسمون قرار بدیم، خیلی قشنگ میشه. و اسفنج آبکش که برای گلاس و باکسی که میخوایم استفاده بکنیم. فرقی نداره چه نوع باکسیه. حالا من باکس تلق‌دار گرفتم. این از متریال مورد نیازمون. خب برای شروع کار ما از پاپسیکلا شروع میکنیم، چون باید یه مرحله تو یخچال بذارمشون بتونم حالا توی اون تایم بقیه کار رو انجام بدم. برای پاپسیکلا شما هر رنگ شکلاتی که دوست داشته باشین میتونین استفاده کنین و اینکه اگه بخواین ترکیب رنگ هم میتونین انجام بدین. حالا من چند مدل درست میکنم که همش رو شما بتونین ببینین. حالا اولیشو برای شروع با یه شکلات شیری شروع میکنم. با پشت قاشق آروم شما این شکلات ها رو داخل قالب قرار میدین. یه لایه نه خیلی کلوف نه خیلی نازک باید روی این قالبا رو بگیره. کل دیواره قالبتون رو باید این شکلات پر بکنه. اینو حتما دقت کنین که جای خالی نذارید بمونه. بیرونم اگه بزنه اشکال نداره، با یه چاقو میشه درستش کرد، هیچ اشکالی نداره. حواستون باشه که نه خیلی کلفت بشه اون لایه‌ای که میذارید، چون قراره یک لایه دیگه هم بهش اضافه بشه. این اصلا جای نگرانی نداره. اگه میبینین که حالا ممکنه یه ذره نازک بشه هیچ اشکالی نداره. بعد اینکه میره توی یخچال یک بار دیگه کامل دوباره شکلات میخوره و اون لایه‌ای که ما میخوایم رو بهمون میده. از بغلا قشنگ نگاه بکنین که جایش خالی نمونده باشه، چون این کارو خراب میکنه واقعا. بعد از اینکه شکلاتتون رو زدین
چوب بستنیتون رو قرار میدین، حالا هر مدلی که دوست داشتین. من چوب بستنی عادی، چوب بستنی چوبی میخوام بذارم. گفتم قالبای پاپسیکلا یه جایی دارن که برای برش جای چوب بستنی هست. اینا خیلی راحت میبرین قبل از استفاده و بعد ردش میکنید به این صورت. خیلی هم زیبا. این اولیش. ما بقیش هم به همین صورت درست میکنیم. این قالب هم به همین صورتش فرقی نمیکنه، همشو درست میکنیم میذاریم یخچال تا یکم خودشو بگیره. خب اینا میرن یخچال ببندن تا ما به بقیه کارامون برسیم. خب تا شکلاتامون توی یخچال دارن میبندن، ما مواد داخلش رو درست کنیم. حالا کیکی که شما تهیه کردین و هر چی که هست لهش کنین، کامل له بشه. اگر که حالا برای خودتون دارین درست میکنین با دست و دستکش هم میتونین این کار انجام بدین، خوردش کنین. بعد از اینکه کیکتون کاملا خورد شد خامه بهش اضافه کنین، در حالتی باشه که حالت خمیری داشته باشه، خیلی سفت نباشه خیلی هم شل نباشه، یه حالت خمیر داشته باشه که بذاریمش داخل پاپسیکلا. الان به این فرمی که رسیده خوبه، قشنگ حالت خمیری داره که نه خیلی خیلی سفته نه خیلی هم شله، خیلی راحت میتونم توی قالبام قرارش بدم. این الان عالیه. قالبارم الان از یخچال میارم، دور دوم شکلاتم بهش میزنم، خیلی نمیخوام اصلا کلفت بشه اون لایه شکلاتیش، در حدی که اگر جایش نگرفته فقط در همون حد کافیه. اونا رو الان میارم و بعدش هم با هم دیگه میریم واسه ادامه دیزاین باکسم. این قالب‌ها اصلا به چرب کردن نیاز ندارن، نیاز نیست اصلا چربشون بکنیم و بعد توشون رو با شکلات پر بکنیم، چون خیلی راحت جدا میشن از قالب این شکلات‌ها. و اینکه اگرم قالب نداشتین شاید به این شکل و فرم در نیاد، به این زیبایی نشه، ولی پیشنهادی که میتونم بهتون بدم اینه که همین مواد رو درست کنین، همین مواد کیک و خامه رو درست کنین، به شکل توپی درش بیارین توی حالا نیایی که مثل همین چوب بستنی هست، حالت نی داره، بالای اون نی قرارش بدین، اون توپو بزنید توی شکلات، اونم یه چیز خیلی قشنگی میشه. شبیه پاپسیکل نمیشه ولی خب مزهش دقیقا همونه.
خب بعد از اینکه قالب‌های پاپسیکلمون رو 2 بار داخل شکلات زدیم و گذاشتیم یخچال که کامل ببنده، این مواد کیک و خامه‌ای که آماده کرده بودیم رو میذاریم داخلش. فقط دقت بکنین یه لایه نسبتاً نازکی رو باید خالی بذارید از بالای قالبتون که روش شکلات بریزید. در واقع میخوایم شکلاتی که روی این کیک ها میریزیم با شکلاتی که داخل خود قالب ها هستش به هم برسن و بگیرن خودشونو، که زمانی که ما میخوایم قالب رو در واقع شکلات رو از قالب جدا بکنیم اینا از هم فاصله نگیرن و مشکلی پیش نیارن. بنابراین شما وقتی که مواد کیک و خامتون رو میذارین حتما یه قسمتی رو خالی بذارید که بالاش شکلات بریزیم دوباره. مواد کیکیتون رو حتما کامل داخل قالبتون قرار بدین که تمام قالب رو پر بکنه. روش فشار بیارید که اگر جایش خالی مونده پر بشه و اگه دقت بکنین الان اگر داخل دوربین مشخص باشه من یه قسمتی رو خالی گذاشتم برای اینکه شکلات روش قرار بگیره، تا لبه نیاوردمش. اگر زیر چوب بستنیتون شکلات کامل پر نشده، بعضی وقتا پیش میاد که شکلات کامل پر میشه، بعضی وقتا هم نمیشه. اگر که کامل شکلات پر نشده حتما حواستون باشه مواد کیک و خامه‌تون رو بذارید که اون قسمت خالی نمونه، چون موقعی که ما میخوایم قالب رو در بیاریم تقریبا بیشترین فشار رو همون قسمت از اونجا ممکنه بشکنه. حواستون به این موضوع حتما باشه. دوباره یه لایه شکلاتی میریزیم روی پاپسیکلمون تا جایی که کامل روش رو پر بکنه و سعی بکنیم صاف باشه حتما سطحش و هم رنگ همون رنگ اولیه‌ای که استفاده کردیم که زیباییش حفظ بشه. و اگر دقت بکنین الان این لایه شکلاتی که من الان دارم میریزم کاملا داره به لایه شکلاتی قبلی میچسبه. این باعث میشه که موقع جدا شدن پاپسیکل از قالب شکلاتش از کیک و خامش جدا نشه. این حالا لایه هایی هم که کنار پاپسیکل میریزه هیچ اشکالی نداره، اینا بعد از اینکه حتی از قالب هم در بیاریم کاملا میشه جداش کرد. یه لایه نسبتا صاف روی پاپسیکلمون ریختیم. این هم به همین صورت. این میره توی یخچال و دیگه آماده است. هر دفعه هم که ما توی یخچال قرار میدیم اینا رو تقریبا 2-3 دقیقه نهایت 4 دقیقه کافیه، چون شکلات خیلی زود خودشو میگیره و اصلا نیازی نیستش که مدت طولانی بذارید داخل یخچال. این فعلا آماده است تا بره توی یخچال و بتونیم از قالب درش بیاریم. بقیه قالبامون هم با ترکیب کیک و خاممون پر میکنیم و به همون صورتی که بهتون آموزش دادم روشون رو با شکلات پر میکنیم و میذاریم توی یخچال. علاوه بر زیبایی عجیب غریبی که داره واقعا هم خوش طعمه پاپسیکل. قسمت جذاب ماجرا فکر کنم همه منتظرش بودین، اینکه اینا رو از قالب جدا کنم. به همین راحتی در میاد. شما اول جدا میکنی، بعد این چوب بستنی رو از پایین که فشار بدی
خیلی راحت در میاد. اینجا رو من الان با چاقو میگیرم بهتون نشون میدم که چقدر جذاب میشه. این دورش هم با چاقو خیلی راحت میگیریم. فقط حواستون باشه آسیب به خودش وارد نشه، چون اون قسمت ها نازک‌تره، خیلی راحت بریده میشه، هیچ مشکلی هم نداره. همینقدر قشنگ. اون یکم از قالب براتون در بیارم ببینید چقدر خوشگله. خوشگل در میاد از قالب، با اینکه خب دور و برش شلوغه و فکر میکنی که خوب کار نشده، ولی به همین راحتی از قالب جدا میشه. از پایین فشار میاریم به چوب بستنی که بیاد بالا و از اینجا میگیریمش. خیلی قشنگه. اینم دورش رو با چاقو میگیریم. بعد از اینکه پاپسیکلا رو از قالب خارج کردیم، الان میخوایم بریم سراغ چیدمان باکسمون. من ترجیح میدم که لاین وسط باکسمو از روزای مینیاتوری استفاده کنم و اطرافش رو با توت فرنگی و پاپسیکل پر بکنم. اون قسمت هایی که قرار توت فرنگی و پاپسیکل داشته باشن، من میخوام از کاغذ پوستی استفاده کنم. کاغذ پوستی رو حالا به اندازه‌ای که میخوام برش میزنم و مچاله میکنم و میذارم داخل باکسم، چون خیلی قشنگ میشه. خب حالا زمانی که اینجا اسفنج کار بشه، اینورم کاغذ پوستی میذارم و بهتون نشون میدم که چقدر جذاب میشه. من خودم خیلی دوست دارم اینو به جای پوشال از کاغذ پوستی استفاده بشه، خیلی قشنگه و زیبایی بهتری داره. اینو برای زیر توت فرنگی و پاپسیکل استفاده میکنم. نحوه فیکس اسفنجم بهتون میگم. خب برای آماده سازی باکسمون من اول یه اسفنج رو آبکش کردم و آمادش کردم. داخل سلفون گذاشتمش و دورش رو چسب زدم. نحوه آبکش کردن اسفنجم من تو پیجم قبلا گفتم، ولی اگر خواستیم ویدیوشو توی کانالم من براتون میذارم. اینو حالا به اندازه که دوست داشتم میذارم داخل باکسم. یه ذره از بالا پایینش هم خالی میذارم به خاطر اینکه با همین کاغذ پوستی میتونم پرش کنم و روشو هم با گلای رز مینیاتوریم کامل پر میکنم. اطرافش هم که با توت فرنگی و پاپسیکل. اگر که شما قرار بود باکستون رو خیلی جابجا کنین و نیاز داشتین که حتما فیکسش کنین، با چسب حرارتی میتونین این اسفنجتون رو تو باکستون فیکس کنین، چون زیرش نایلون گذاشتین و چسب حرارتیتون میچسبه. ولی خب چون من برای ویدیو الان دارم این باکس آماده میکنم، قرار نیست خیلی تکون بخوره، برای من فرقی نمیکرد، واسه همین چسب نزدم، من همینجوری استفادهش کردم. برای گلاتون هم اصلا نیازی نیستش که فرم توپی بهش بدین یا با زاویه گلاتون رو قرار بدین، چون تخت هست کاملا صاف و عمود به اسفنج گلاتون رو استفاده میکنین. از قنچه های رز مینیاتوریتون هم اصلا غافل نشید، خیلی خوشگله.
گلارایی اسفنجا تموم شد. چقدرم خوشگل شد. من گلایی که باز بودن و هم سطح هم زدم، ولی قنچه ها رو یه ذره بالاتر زدم. حس میکنم خیلی قشنگ شد. دورش رو کلا با کاغذ پوستی مچاله شده پر میکنیم که دیگه بریم سراغ بقیه دیزاینم. باکس ولنتاینیمون آماده شد. به به چه باکسی شد، با گلای روز مینیاتوری و پاپسیکل و توت فرنگی شکلاتی. این توت فرنگی شکلاتی ها رو من آموزشش رو توی ویدیو قبل براتون گذاشته بودم، لینکش رو میذارم، حتما برید ببینید. آموزش کاملش رو براتون گذاشته بودم. و این باکس جذاب و شما میتونید تغییرات بدین توش، میتونید یه قسمتش رو کادو بذارین، رنگش رو تغییر بدین و حالا هر قسمتیش رو که دوست دارین قابل تغییره. اینم بهتون بگم که اگر مایل بودین من خودم هم میتونم این باکس های جذاب براتون آماده کنم و قابل سفارشه. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنین، نظرتون رو حتما بهم بگین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.